سلام. امروز میخوایم یاد بگیریم چطوری همه قطعات اسکیتمون رو باز کنیم. اول اصلا از بندا شروع میکنیم. خب از اونجایی که بند من خورده شده با هر کاری میکنم نمیتونم از این سوراخ ردش کنم، یه بند نو هم خریدم، بندم رو کامل پاره میکنم. خب باز کردن این بند ساده است دیگه، مثل بند کفش عادی میمونه. من الان پارهش میکنم ولی شما پاره نکنید بند کفشتون. خب بعد از اینکه بند رو باز کردیم، برای اونایی که میخوان کفش اسکیتشون رو بشورن، این بوتش در میاد، ازش جدا میشه و میتونید راحت بشوریدش. چطوری؟ خیلی ساده. بعد از اینکه بند رو باز کردیم، بوت رو خارج میکنیم. این بوت رو میتونید بندازید داخل ماشین لباسشویی و بشوریدش. خب تو مرحله بعدی با هم اینو باز میکنیم. خیلی ساده میتونید به چهارسو بازش کنید. حتی میتونید این قطعه اگر خراب شد توی بازار بخریدش. توی سری از اسکیت ها این قطعه به صورت پرس نصب شده. برای بازوبسته کردن این قسمت احتیاج به سری ابزارهای خاص دارید که اگر اون ابزارها رو داشته باشید میتونید این قسمت رو هم باز بکنید. ولی خب چون ما ابزارش رو نداریم این قطعات رو باز نمی کنیم. قطعه بعدی که میخوایم با هم باز کنیم چرخ‌هاست. برای باز کردن چرخ‌ها احتیاجی به بدون آچار آلن داریم. معمولا این آچار آلن داخل اسکیت ها، داخل جعبه اسکیت ها هست. خیلی ساده است. یه طرف جاییه که آچار آلن میره داخلش و مثلا اگر بخواید هم از این طرف نمیتونید آچار آلن رو قرار بدید. ورودی آچار آلن فقط یک طرفه. آچار آلن رو داخلش قرار میدیم و خیلی راحت پیچ رو باز میکنیم. البته خیلی راحت هم نه، کمی سخت بازش میکنیم. بعد از اینکه چرخ رو باز کردیم یه چیزی داخل چرخ وجود داره به اسم بوربورینگ. یکی از قطعات ارزنده اسکیت ها، ببینیدش اینه، ببینید تکون میخوره، اصطلاحاً بهش میگن بوربورینگ. این قطعه ارزشمندیه. حتی گاهی این قطعه‌ای که داخل اینها وجود داره از قیمت خود چرخ‌ها و بوت‌ها گرون‌تره. حالا البته آموزش باز کردن اون رو هم بهتون یاد میدم. من این چرخ رو بردم شستم تا یه ذره از این زاویه بتونید تمیزتر ببینیدش. شنیدین میگن که با اسکیتاتون نرید داخل آب یا اسکیتاتون رو نشورید. علتش اینه که این بوربورین موقعی که آب بخوره خراب میشه. پس در صورتی که شما برید داخل آب، یعنی دارید اسکیت بازی میکنید یا جلوتون چاله آب باشه، داخل آب برید و بعد از اینکه از آب اومدین بیرون این بوربورینگ ها رو خشک کنید، مشکلی براش به وجود نمیاد. یا حتی موقعی که شستینش با سشوار یا حتی گذاشتن جلوی نور
مستقیم آفتاب این بربرینگ رو خوش کنید که آب این بین نبونه. اینطوری مشکل بربرینگ بر نمیخورید. حالا چطور بربرینگ هامون رو عوض کنیم یا اصلا ببینیم چی هست. نحوه آموزش عوض کردن بربرینگ. به این نه جدا شد. ببینید حالا چطور دوباره باید جا بزنیم؟ به این صورت. جا رفت. قطعه بعدی که میخوایم ما هم بازی کنیم تیغه است. به این قسمت اسکیت ها میگن تیغه اسکیت. بریم ما هم بازش کنیم. تیغه ها با همون آچاری باز میشن که کفش رو باش باز میکنیم. میبینید؟ حالا که داریم اینو باز میکنیم این هم بهتون بگم. ببینید اینجا قابلیت تنظیم هم وجود داره توی این مدل کفش اسکیت رول بلید. میتونید تیغه رو با کمی شل کردن این پیچ و همچنین پیچ دومش میبینید جای تیغه رو کمی به سمت راست و کمی به سمت چپ متمایل کنید. من خودم موقعی که می‌خواستم اسکیت رو شروع بکنم تیغه رو کامل به طرف چپ میذاشتم و میبستم بخاطر نحوه قرارگیری پام، ولی بعداً آوردم وسط قرار دادم. احساس کردم شاید اگر وسط باشه میتونم حرکاتو بهتر بزنم. به هر حال سلیقه‌ایه.